رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از جنگ به صحابه ها گفتن که من لقی منکم العباس فلیکفف عنه، کسی که عباس پسری عبدالمطلب را اگر وا خورد شمشیرش را نگاه دارد. اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم عباس حالی در مکه است، همراهی کافران قریش به جنگ می بیاد. کسی عباس را اگر وا خورد شمشیرش را به غلافش ماند، یعنی به سوی عباس شمشیر نکشاید. ابو حذیفه ابن عتبه ابن ربیعه قریشی از جاش خشتی مسلمان بود، پدرش کافر. گفت که انقتل آباءنا و اخواننا و عشائرنا و ندع العباس، پدرهامان را میکشیم، پسرهایمان را میکشیم، برادرانمان را میکشیم، خویشاوندانمان را میکشیم و نترک العباس، عباس اما که پیغمبر را نمیکشیم، والله لأضربنه بالسیف، قسم به نام الله با شمشیر سرش را میزنم. فبلغت رسول الله صلی الله علیه و سلم، همین خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. سخنی ابو حذیفه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر گفتن که یا ابا الحفص، ای پدری شیر. حضرت عمر میگوید که قسم به نام الله یکمین مراتب پیامبر صلی الله علیه و سلم را با این کنیه ندا کردن. ای عمر نگفتن یا ابا الحفص، ای پدری شیر. ایضرب وجه عم رسول الله صلی الله علیه و سلم، مگر روی عمکی پیغمبر با شمشیر زده میشد؟ بعد حضرت عمر گفت که یا رسول الله منافق است، اجازه سرش به شمشیر زنم. خلاصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این سخنی حذیفه کاردار نشدند. او این سخن را از جهتی یعنی عاطفی گفته بود، لیکن همیشه خواطر بود. میگفت که همیشه از این سخنم و از عاقبت این سخنم در خوف بودم و امید میکردم که الله تعالی این سخنی که گفتم به شهادت کفاره کند. یعنی امید میکرد که در یکی از جنگ های علیه کافرها شهید شود و همین سخنش کفاره شود و واقعا در جنگ یمامه شهید کشته شد. این مسلمان بود ولی از سخنی گفت میشد این هم دین خونی کافری دارد. دین کافر بود، امروز مسلمان، پدرش کافر، عمکش کافر، یک یعنی عاطفی خویشاوندیش گرفت و همین سخنه گفت. لیکن همه وقت به اهل علم عذر پیدا کردن در کار، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم همه گپ را نگفتن. گفتن که عباس را کسی واخورد نکشد، چون که او مجبوری آمدگی است گفتن. لیکن دوامش را نگفتن، چون که این سری دولتی است. عباس مسلمان بود. عباس خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میکرد در بین کافرها ایستاده، یعنی نظارتچی پنهانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مسلمان بود و گفتن ممکن نیست، حالا یعنی این سر هست، بنابراین این سبباشو نگفتن، این گفته نمیشه در بین آدمی بسیار. لیکن نمیدونستگی ها هر چی میگفت، ای برای چی در این موضوع سخن نمیکنی، برای چی در اون موضوع سخن نمیکنی، تو کاری خودت کن. حضرت عباس یعنی به منزله مخابرات یعنی امنیتی دولت اسلامی بودند، نظارتچی و خبرهای پنهانی را به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرساندند. مسلمان بودند ولی مسلمانی خود را پنهان میکردند. بنابراین گفتند که کسی عباس را اگر واخورد او را به قتل نرساند.